فرض کن 17 سالته، یه گوشی دستته، روزی چند ساعت داری توی اینستاگرام میچرخی، گاهن یوتیوب و گاهن تلگرام. همه جا پر شده از آدمایی که موفقن. یکی توی 21 سالگی مدیر شده، اون یکی از 19 سالگی داره پول در میاره و تو یه سوال بزرگ توی ذهنت داری. من باید الان چیکار کنم؟ درس بخونم؟ برم دنبال پول؟ اصلا کدومی که از اینها دقیقاً درسته؟ سلام. من مریم مجری نژادم و خوش اومدید به سری پادکست ها و ویدیوکست های نیمکت ذخیره. این سری از پادکست ها مربوط به مسیر شغلی هستش که شما حالت صوتیش رو میتونید توی پلتفرم هایی که مربوط به پادکست هست گوش بدین و ویدیوش رو هم در یوتیوب میبینید. و ما امروز میخوایم در مورد ورود به بازار کار در سن پایین صحبت بکنیم. الان دقیقاً وسط دوراهی هستی. از یه طرف خانواده میگن فقط درست رو بخون، از اون طرف اینترنت پر از آدم‌هایی که میگن درس به درد نمیخوره، برو کار کن پول در بیار. و خب اگر راستش رو هم بخوایم بگیم یا فکر کنیم، حقیقتاً هر دوتاش میتونه درست باشه و تو میمونی بی نهایت سوال. و بدتر از اون میدونین چیه؟ اینه که وقتی که تو توی این سن یا این موقعیت هستی، ذهنت کاملاً دچار مقایسه است و با خودت فکر میکنی که نکنه من واقعا عقب افتادم. اینجاست که میخوایم در مورد یک مفهوم مهم صحبت بکنیم، نظریه کارآمدی شخصی. این نظریه میگه که اگر آدم ها از سن پایین تجربه هایی داشته باشن که باعث بشه حس کنن میتونن از پس یک کاری بر بیان، احتمال موفقیتشون در سن بالاتر خیلی بیشتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر صورت من توی سن پایین یه سری تجربیاتی داشته باشم، یه سری کارا کرده باشم، هر چقدر هم کوچیک، و از پس اونا بر اومده باشم، احتمال این که من در آینده اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم و رو خودم حساب بکنم خیلی بیشتره. یعنی باز مجددا باید این رو بگم، تجربه تو سن پایین مستقیما روی اعتماد به نفس، احساس شایستگی و قدرت در تصمیم گیری تأثیر صد میذاره و هر چی که بیشتر تجربه بکنی خودت رو بهتر میشناسی و این یعنی انتخاب‌های بهتری رو در آینده داری. اینجا من وقتی که این موضوع رو داشتم میخوندم و برای شما هم مینوشتم، یاد این سکانس از این فیلم افتادم. بریم ببینین. You're just a kid. You don't have the faintest idea what you're talking about. Why, thank you. It's all right. و کل حرفش اینه که درسته، شاید الان خیلی چیزها رو ندونی، ولی با تجربه کردن دقیقاً میفهمی که چی به دردت میخوره و چی به دردت نمیخوره. نه فقط با فکر کردن، بلکه با انجام دادن. حالا اینجا توی این مرحله باز مجددا تو توی یک دوراهی هستی، بین این که خب من نمیتونم درس رو ول بکنم و نمیتونم برم قاعدتا کارهای سنگین انجام بدم. باز اینجا باید تصمیم گیری بکنیم. بذار قبل از اینکه راه حلی بهت بدم یه تصویرسازی دیگه هم برات انجام بدم. دو تا آدم رو تصور کن که هر دوشون 25 سالشونه. یکیشون از 17 سالگی شروع کرده به انجام یه سری از کارا، حالا فرقی هم نمیکنه، کار گرافیکی انجام داده، تایپ سریع یاد گرفته، رفته کارآموزی کرده، تابستونا رفته مغازه باباش اصلا وایساده یه چیزی فروخته. اون یکی تازه فارغ التحصیل شده، هیچ کاری نکرده و تازه الان دنبال کاره. توی جلسه مصاحبه کارفرما ازشون میپرسه که توی این سالها چی کار کردی دقیقاً؟ و جواب اون شخصی که فقط درس خونده اینه که درس میخوندم. و اونی که از 16-17 سالگی 18 سالگی شروع کرده به کار میگه که یه تایمی رفتم گرافیک یاد گرفتم، یه سری بنرها رو زدم، یه سری کارا رو انجام دادم، یه تایمی تایپ میکردم، پایان نامه‌های دانشجوها رو سریع میرسوندم دستشون، یه تایمی تجربه فروش داشتم توی مغازه مثلا فلان دایی و اینها رو تجربه کردم. قطعا خودت میدونی که انتخاب اون کارفرما کدوم یکی از این آدم هاست. پس به نظرم باید کم کم بریم سراغ راه حل دادن برای این ماجرا که ما چیکار میتونیم بکنیم که علاوه بر این که توی سن کم هستیم و باید چارچوب ها رو رعایت بکنیم و همچنین مراقب خودمون باشیم، آنچنان هنوز زمان این نیستش که بریم بیفتیم توی اجتماع و کار سنگین انجام بدیم. با تمامی این تفاسیر بتونیم توی جامعه بیزنس و کار یه کوچولو قدم بذاریم. اگر بین 15 تا 20 سال هستی، این کارهایی که بهت میگم کارهاییه که میتونی انجام بدی و
این تجربه‌ای که راجبش صحبت کردیم رو بهت میده. تایپ سریع یاد بگیر، ادمینی اینستاگرام رو یاد بگیر، طراحی پست با کنوا یا اپلیکیشن هایی که توی موبایل هستن، ادیت ویدیو با کپکات یا اینشات و این سبک از نرم افزارها رو یاد بگیر، پاسخدهی دایرکت و ارتباط داشتن با یک سری مشتری و مخاطب، نوشتن کپشن یا متن تبلیغاتی، همکاری داوطلبانه با پیج های مختلف. اینها چیزایی که از همین الان میتونی توی خونه با گوشی موبایلت شروعشون بکنی، در صورتی که اگر ما برگردیم به 10 سال پیش یا حتی 10 سال پیش هم تایم زیادیه که من دارم بهتون میگم، اگر کمی برگردیم فقط به 7 سال یا 8 سال پیش، همین چیزهایی که من دارم بهتون میگم رو آدم‌ها خیلی سخت تر میتونستن تجربه بکنن و یه ذره دشوارتر بود، برای کسی اونقدر جا نیفتاده بود و اونقدر فضای اینترنت فضایی نبود که تو بتونی توش تجربه کسب بکنی. و نعمتی که الان دهه‌هایی که الان دارن ورود میکنن به دنیای نوجوانی دارن، یک نعمت بسیار بزرگه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با گذشته، آدم‌هایی که توی حدود سن 17 سالگی بودن ولی در دهه 80 یا در دهه 70 که شاید الان تقریبا مثلا 30 خورده یا 40 سالشون باشه، اونها اگر می‌خواستن همچین چیزی رو تجربه بکنن، تنها گزینه‌های ممکن براشون همون مغازه پدر یا فامیل وایسادن بود یا یه چیزی رو مثلا بگیره و بخره و شب عید بساط بکنه توی خیابون و بفروشه و خیلی تجربه های کمتری رو میتونستن داشته باشن. اما الان اینترنت، سوشال مدیا کاری کرده که تو با گوشی که توی دستت داری یا لپتاپی که هر چند ضعیف ممکنه توی خونه داشته باشی، میتونی بری توی این فضا یک سری پروژه بگیری، یک سری چیزها رو یاد بگیری. و نکته مهم اینه که با این کارها تو فقط مهارت یاد نمیگیری، هویت شغلیت شکل میگیره و این چیزی هستش که همه ماها به نظرم نیاز داریم. و آره، ممکنه که شکست بخوری، ممکنه یه کاری رو شروع بکنی و ببینی که دوستش نداری، ولی خب این دقیقاً همون چیزیه که باید اتفاق بیفته. آدم‌های موفق دهه‌ای که ما درش هستیم کسایی هستن که از 16-17 سالگی بنای زندگی خودشون رو میچینن، نه اونایی که وقتی مدرک دانشگاه رو گرفتن دستشون توی دستاشونه و لمس کردن تازه با واقعیت‌های زندگیشون روبرو میشن. امیدوارم که توی این مسیر و توی پروسه پیدا کردن شغل منتخب و مورد علاقه خودت سریع و اسمارت و باهوش عمل بکنی. میتونی مابقی پادکست های نیمکت ذخیره رو هم چه در یوتیوب به صورت تصویری چه در کست باکس به صورت صوتی گوش بدی تا مسیر شغلیت برات فراهم بشه. مجددا من مریم مجیری نژادم و خیلی خوشحالم که از این مطالبی که در نیمکت ذخیره میگم استقبال میکنی.